بسم الله الرحمن الرحیم. خب فکر میکنم روز آخر قبل از رخصتی ها آخرین موضوعی که کار کردیم تریگر بود. درست آخرین مثال از تریگر کار کردیم و دیدیم که چطور میشه یک آودیت سیستم، یک ترکینگ سیستم با وجود آورد که اشخاص یوزرها کارهایی که انجام میدن در دیتابیس شما رو تعقیب بکنین و به اون خاطر برای هر عملی که شخص انجام میده، برای دیلیت، اینسرت، اپدیت، برای هر کدامش میتونین که یک تریگر بسازین و اون هم برای هر تیبل. درست است؟ یعنی تو کلی براتون بگم اگه شما بخواید در دیتابیستون تمام کارهایی رو که انجام میشه، تمام اشخاصی که انجام میتونه تمامش رو بتونین ردیابی و تعقیب بکنین، باید برای هر تیبل سه تریگر بسازین. درست است؟ یکی برای اینسرت، یکی برای اپدیت و یکی برای دیلیت. سلیک مطمئن یک عمل نیست، یک اکشن نیست که تغییراتی رو در تیبل بیاره. پس اگر به طور مثال دیتابیس ما 12 تیبل داشته باشه و شما بخواید مکملی رو با تمام جزئیاتش نظارت بکنین، برای هر تیبل شما سه تریگر میسازین. درسته؟ و این ضرب کنین میشه 36 تریگر میشه. و مطمئن یک کار زیاد وقتگیر و حوصله میخواد، اما مطمئن نتیجه کارتون بسیار فوق العاده زیاد عالی است. البته این معمولا در پروژه کوچک و معمولی پیش نمیاد، در جایی که مثلا امنیتی است، موضوعات دیتاشون بسیار حساس است، سنسیتیو است، در اون حالت میشه که این کار انجام داد و تمام مکمل دیتابیس تحت نظارت داشت. درست که هر کس کدام کار انجام میده، در کدام تاریخ انجام داشته، تا شما دقیقاً یک ثبوت هم داشته باشین که این شخص در این تاریخ، در این ساعت این کار انجام داد، این ریکارد دیلیت کرد که میشه بعداً ازش بازخواست کرد. خب آبجکت های دیتابیس دانه دانه شروع کردیم، دیدین از تیبل شروع کردیم، بعداً ویو رو کار کردیم، آبجکت سوم تریگر رو کار کردیم و حالی نوبت رسیده و یک آبجکتی که در مجموع او را به نام راوتین یاد میکنید. درست است؟ در تمام دیتابیس هایی را به نام استور راوتین یاد میکنه که خود استور راوتین ها در حقیقت به دو نوع هستند، همون دو نوعی که بر شما بسیار آشناست، یکی فانکشن و یکی هم پروسیجر. درست است؟ شما میتونید که در دیتابیس ها او هم فقط مربوط به اسکیو سرور نیست، در تمام دیتابیس ها هم پروسیجر و هم فانکشن به وجود بیارید. اینا هم از دیتابیس آبجکت ها میباشن. خب ولی در مجموع هر دوشون به نام استور راوتین یاد میشه، به خاطر که مفهوم اگه واضح بشه با اینکه شما در پروگرامینگ فانکشن خواندین و کمی مفهوم واضح هست، اما بازم به خاطر که در دیتابیس بهتر واضح بشه اول راوتین معنا کنیم. در میدونین راوتین به چه معناست؟ راوتین به معنای یک کار تکراری است، یک کار روزمره. مثال میتونم براتون مثل غذا خوردن یا کار دیگر که انجام میدیم، او یک راوتین است، چیزی که بار بار انجام میشه و او تبدیل به عادت میشه. کار تکراری را به نام راوتین یاد میکنن. دقیقاً به دیکشنری اگه مراجعه بکنید. و در کامپیوتر هم همین مفهوم را داره. اگه شما به طور مثال هفته یک بار یک کار را انجام بدین در کامپیوترتون یا روز یک بار، پس او در تبدیل به یک راوتین میشه. درست است؟ وقتی که ما بخوایم یک اعمالی و یک کارهایی را در دیتابیس انجام بدیم که تمامش رو تحت عنوان اکشن یاد میکنیم، او میتونه اینسرت کردن به یک تیبل باشه، معلوماتی در تیبل ذخیره میکنیم یا از یک تیبل معلومات دیلیت میکنیم، اپدیت میکنیم، هر عملی که باشه در مجموع تحت یک کلمه اکشن. هر کاری را که شما به شکل ریپیتد، فرکوئنتلی، تکراری انجام بدین، پس او در حقیقت تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یک راوتین میشه. خب آیا ضرورت است به خاطر اون کاری که ما انجام میدیم ممکنه حتی دقیقه یک بار، ساعت یک بار، روز یک بار یا هفته یک بار و یا هم ماه یک بار باشه دوباره ما کد نوشته کنیم و کوئری نوشته کنیم، کوئری ها را بیلد بکنیم، بسازیم و وقت برش ضایع کنیم؟ در درس قبلی خصوصا تاپیک جوین بعد دارین، کوئری جوین و هم اگه از 2 یا 3 تیبل باشه بسیار طولانی میشه و نوشتن او هم وقتگیر است. و کوئری جوین گفتیم کوئری است که نیاز به فکر کردن داره که کمی سرش تأمل بکنید، چرت بزنید که پرایمری کی، فورین کی، رابطه، چه قسم ریلیشنشیپ است، نوعیت جوینی که میکنین چه نوع جوین است، ممکن 10 دقیقه وقت بگیره تا شما یک کوئری جوین نوشته بکنید. خب حالا اگه قرار است که این کوئری بار بار اجرا بشه، یک راوتین است دیگه، نه یک کار تکراری است دیگه. نباید نیاز نباشه که شما هر باری که این کوئری جوین میخواین اجرا کنین 10 دقیقه وقتتون هم صرف بکنین به خاطرش، 10 مینت. درست است؟ این مفهوم راوتین ها. پس به این خاطر شما میتونید برای اعمالی که به شکل تکراری متناوباً در دیتابیس انجام میشه پروسیجر و یا فانکشن بسازین. اینکه تفاوتشون چی است کمی پیشتر رفتیم براتون میگیم. خب تفاوت پروسیجر و فانکشن بسیار تفاوت کوچک است و بسیار جزئی. مثال میتونم براتون که چی کارها کردم میتونیم. مثلا شما میدونید در تمام دیتابیس ها ما هیچ وقت ایج را ذخیره نمیکنیم. میکنیم؟ چرا نه؟ چون یک اینفرنس ولیو است. این درایو میشه، مشتق میشه از روی چی؟
از دیت آف برت. و دیگه ای که سن چیزی نیست که ثابت باشه، او هر سال در حال تغییر است. پس اگر شما سن اشخاص در تیبل استودنت ذخیره کنین، امسال 18، سال بعد باید اپدیت بشه از یک محصل، نه از تمام محصل. خب مطمئن از لحاظ منطقی و از لحاظ فیزیکی خودتون میفهمید که هرگز ما نمیتونیم اجرا ذخیره کنیم. اما در تمام سیستم ها باز پیش میاد که وقتی شما این دیتا رو ریتریو میکنین، میخوایم بدونیم که حالا شخص چند ساله است، اصلا تاریخ تولد خب ما به همین خاطر ذخیره میکنیم که سن شخص بدونیم که جوان است، نوجوان است، سن کرده و سال کرده است، به این خاطر. پس باید بتونیم از طریق دیت آف برت اجرا پیدا کنیم. پیدا کردن این کار بسیار ساده است و مطمئنم که شما انجام داده میتونید. همین یک تیبل من باز میکنم که همزمان که براتون تشریح میکنم مثالم کار کنیم و کوئری ها رو شما باید بگین. اون چیزی که تکراری است، فکر میکنم تیبل امپلویی دیت آف برت داریم. بله، در تیبل امپلوی دیت آف برت داریم. از شما میخوایم که شما کوئری رو بگین که اینجا نام اشخاص را لیست بکنه، یعنی کارمندای امپلوی را و همراه سنشان. درست است؟ حالی که آیدی و نام میگیرین، آیدی و نام فرست نیم لاست نیم و مربوط شما به خواست شما. به هر حال امپلوی رو لیست بکنه و همراه سنشان میتونه 2 کلم باشه. بگین select employee first name. مثلا به اینکه last nameش هم سلکت کنیم. چطور است؟ employee last name که یک مثال واقعی باشه. میتونه حتی employee ID رو هم سلکت کنیم. این خب کلام هایی که سلکت میکنیم بدل خود ماست. خب از emp name و تاریخ فعلی تاریخ کم کنیم. دقیقاً از تاریخ فعلی این تاریخ را کم بکنین. او فانکشنی که این کار انجام میده چی است؟ تفاضل 2 تاریخ را پیدا میکنه. آفرین. نه چی است؟ شما گفتین دیت دیف. و او که تایم جان شما میگه اون هم درست است، اما او چیزی که فانکشنی که تفاضل را پیدا میکنه دیفرنس، دیت دیفرنس است. و بعد مطمئنم به خاطر اینکه از تاریخ امروز کم بکنیم نیاز داریم که تاریخ فعلی رو هم داشته باشیم. پس get date. و دیاتون است که در SQL سر این فانکشن قبلا براتون تشریح کردم که اولین پارامتر او چی است؟ اینتروال. منظور از اینتروال چی بود؟ دقیقاً، یعنی این خب 2 تاریخ از هم تفاضل یا تفریقش رو براتون میاره، حاصل تفریقشانه، اما او رو به کدام واحد یا یونیت برگردانه، به روز، ماه، سال، هفته، هر کدامش خواسته باشین. فکر کنم وی که براتون نگفتم دفعه قبلی، ولی مطمئنن دیگه تمام واحدات داریم، به ثانیه، به دقیقه، به ساعت، به روز، به هفته، ماه و سال و کل اینا میتونه براتون برگردانه. خب ما سن شخصشون نیاز داریم، سن به سال در نظر گرفته میشه. اینجا که شما تایپ بکنید امیر براتون لیست میکنه. میبینید به ویک و اینا که اصلا اختصاراتش هست، یعنی بجای باش چی میگیم نه اکرونیم، بجای تمام ویک میتونید تنها یک دبلیو تایپ کنید یا بجای تمام ایر میتونید یک وای تایپ بکنید. او بدل شما. درسته؟ این رو شما این اسکرول بکنید تمام مقدارهایی که اینجا وجود داره میتونید استفاده بکنید. سکند، حتی این رو ببینید به فصل، کوارتر، نه بهار، تابستان، خزان، زمستان و فصل هم میتونید رو محاسبه بکنید. خب به هر صورت ایر حالی چی؟ بگیم تاریخ فعلی get date قوس باز بسته، نیاز به پارامتری نداره و دیگه از تاریخ فعلی چی رو کم کنم؟ دقیقاً اینجا میین و خود نام کالم رو نوشته میکنید. مطمئن تاریخ تولد شخص، دیت آف برت شخص در این کالم ذخیره شد. بسیار عالی، نام خدا بسیار خوب بود. و نامگذاری هم میکنم الیاس اس، به خاطر که یک فرمول است و نام نداره این کالم، اس اچ. درست شد. و فقط مان که فرامش رو مشخص کنیم، فرام امپلوی. یک مثال خوب بود. آفرین بر شما که را حل کردین. میبینید بسیار منظم و مرتب، آیدی های اشخاص، نام های اشخاص هیچی است. اینجا باز دوباره من فکرم طرف MySQL رفت، نه، چون اینجا اگه شما دقت کنید در فانکشن دیف در SQL سرور هستن چی میخواد؟ اول خود اینتروال او واضح است، نه، پارامتر دوم استارتینگ دیت است و دومی اندینگ دیت است. اول تاریخ شروع بعد تاریخ ختم. کدام یکی از اینا تاریخ های گذشته تر و زودتر هستن؟ تاریخ تولدش او در 1990 به دنیا آمده، حالی چندین سال تر شده 2013. پس اندینگ دیت ما 2013 تاریخ ختم، تاریخ امروز رو باید بهش بدیم. دقیقاً دقت کنید که امی فانکشن ما داریم در MySQL به عین نام دیت دیف، ولی اونجا برعکس است. تعداد پارامترهایی که اصلا میگیره اونجا باز به ترتیب اولی است که من نوشته کردم. درست است؟
خب این خود گپی نبود. همین نوشتن این کوئری برای ما چندین دقیقه وقت گرفت و مطمئنا این چیزی است که شاید ما بخوایم در هر هفته یا هر وقتی که ریپورت از این تهیه بکنیم میره به دست بیاریم. یعنی چیزی است که تبدیل به روتین شدن میتونه. بار همین کوئری رو ما باید اجرا بکنیم. خب تایپ کردن، فکر کردن به این نوشتن یک کمی وقتگیر است، سخت است، حوصله میخواد. شما میتونید که این را به شکل یک آبجکت ذخیره بکنید که در خود دیتابیس باشه و هم به شکل دائمی که هر وقت شما او را فقط کافی نامش بگیرین، اکزیکیوت بکنین، اجرا بکنین، همین نتیجه رو براتون بده. اما نیاز نمیشه شما تمام این حروف را بخواید که تایپ بکنید. مطمئنا این مفهوم دقیقاً مفهوم چی است؟ فانکشن و یا هم پروسیجر. فعلا تفاوتش نمیدونیم، فقط همین است. میتونیم یک فانکشن یا یک پروسیجر بسازیم که همین کارا بر ما انجام بده. خب مطمئن مثل که تیبل ها، ویو ها، تریگر ها نام داشتن، فانکشن ها و پروسیجر ها نام دارن. پس تحت یک نام این رو به شکل یک پروسیجر میسازیم. هر وقت که اون نام فقط کافی تایپ بکنید دیگه کل این فرمان اجرا میشه. و حتی زیبایی فانکشن ها و پروسیجر ها دایی است که نه که تنها یک کوئری رو رن بکنید، حتی شما میدین توسط یک پروسیجر چندین و چندین کوئری رو هم رن بکنید و او هم حتی نیاز است که حتما کوئری سلکت باشه. میتونه او کوئری اینسرت و اپدیت و دیلیت هم باشه. درست است؟ خب این صرف یک مثال بود. البته هنوز پروسیجرش نسازیم، چند لحظه بعدتر که ساینتکسش بهتون گفتم باز میسازیم که دیگه نیاز نباشه همین کدا رو نوشته کنیم. خب بازم یک کمی بیشتر در مورد پروسیجر. در حقیقت اگر بیایم پس تعریف بکنیم پروسیجر را میگیم بلاکی از چی است؟ مجموعی از گروپ آف یا بلاک آف و یا هم بلاک آف SQL استیتمنت است. این تعریف پروسیجر است. گروپ آف یا بلاک آف SQL استیتمنت، مجموعی از کوئری های SQL که شما رن میکنین، خواه که سلکت باشه، اینسرت، اپدیت، دیلیت، مجموعهشان. پس شما میتونید که هر چندشان که خواسته باشین 2 کوئری اینسرت رن بکنید، 5 کوئری دیلیت رن بکنید، 1 سلکت و 1 اپدیت رن بکنید. مجموعی از کوئری هاست. شما این همون فرمان هایی رو که میخواین نوشته میکنید در به شکل یک مجموعه، یک گروپ، یک بلاک معرفی میکنید من حیث یک پروسیجر. یک نام میگیره، تحت همون هم اجرا میشه. عین کانسپتی رو که اگه یادتون باشه در پروگرامینگ داشتیم، نه میخواستیم چندین فرمان رو اجرا کنیم، چندین عملیه رو انجام بدیم، او رو داخل یک فانکشن قرار میدادیم. کافی بود که نام فانکشن کال بکنیم، فوراً کل او کدها اجرا میشدن. عین قضیه است در مورد دیتابیس هم. بیاین میگیم چی؟ انکپسولیشن، یعنی این کدهای خود داخل چی قرار بدیم؟ یک کپسول، یک پوش قرار بدیم و کافی است که دیگه فقط صرف از نام او رو اجرا میکنیم. درست است؟ به این شکل. خب و خوبی دیگه ای که داره این مفاهیم البته مربوط به پروگرامینگ میشه، میگم حتما یادتون میاد و تکرار بشه. خوبی دیگه فانکشن ها چی بود نظر به پروگرامینگ؟ که این موضوع در دیتابیس هم وجود داره. موضوعات مغلق و شکل ساده شد. دقیقاً یک موضوع چیزی که مغلق است ما میتونیم نوشته بکنیم و همین خودش گفتم مفهوم انکپسولیشن است و بعداً یک نام داشته باشه. حال شخص اگر یک کسی باشه که اونقدر اکسپرت نیست، متخصص نیست، بسیار بیسیک است، نویاد و تازه کار است، اگر او کارهای مغلق انجام داده نمیتونه، یک نام کار نداره، میتونه نام اجرا کنه اما پروسیجر اجرا میشه. یک بسیار نکته مهم دیگه فانکشن ها، آفرین گپ خوب بود. یک نکته دیگه دقیقاً ریوز، نه استعمال مجدد. ما این فرمان ها رو میخوایم اجرا بکنیم، یک بار میسازیم من حیث فانکشن معرفی میکنیم، چند بار باز از اون استفاده کردن میتونیم؟ بار هر چقدر خواسته باشیم. ریوزیبیلیتی، استعمال مجدد هم به وجود میاره. خب حال وقتش رسیده که شما تفاوت فانکشن و پروسیجر رو بدانید و دیگه باز میتونیم ساینتکس کار کنیم و مثال ها رو انجام بدیم. تنها تفاوتی که پروسیجر و فانکشن داره، ایره خوب دقت کنید که هر دوشون بلاک آف SQL استیتمنت هستن، هر دوش مجموعه از فرمان هاست. اما چه فرقی داره؟ همونطور که در پروگرامینگ دیدیم فانکشن ها میتونن ریترن بکنن، یک مقدار را من حیث آوتپوت برگردانن، اینپوت ورودی پارامتر بگیرن، سر او یک محاسبه، یک پروسس انجام بده و بعد او نتیجه را به شکل آوتپوت خروجی بازگشت بده یا ریترن بکنن. در حالی که پروسیجرها هرگز نمیتونن چیزی را ریترن بکنن، هیچ وقت کدام چیزی را ریترن کرده نمیتونن. درست است؟ فانکشن ریترن میکنه که دقیقاً همون فانکشن است پروگرامینگ، اما در پروگرامینگ باز ما این پروسیجر را نداریم. درست است؟ و این پروسیجر در حقیقت او فانکشنی است که چیزی ریترن کردن نمیتونه، چیزی را بازگشت نمیتونه. به همین دلیل یک تفاوتی در استعمال و کارکردی به وجود میاد. شما پروسیجرها را مستقیما از کانسول میتونین اجرا بکنید. کانسول منظوره همین کامند لاین است، نه از همین قسمت، از همین ترمینال یا کانسول شما میتونید مستقیما یک پروسیجر را توسط کیورد کال اجرا بکنید. مثلا اگه پروسیجر داشته باشیم به طور مثال برنامه شو ایج که این وجود نداره، میسازیمش حالی، پس من میتونم بسیار به راحتی از همین جا بگم کال شو ایج.
یعنی هیچ فرمان دیگه وجود نداره، دایرکتلی مستقیما از کامند لاین، از خط فرمان بهش میگم که این پروسیجر رو اجرا کن. به خاطر که اگه یادتون باشه در پروگرامینگ فانکشن ها رو کال میکردیم، نه که تا کال نمیکنین اجرا نمیشه. البته در باز دیتابیس این خوب دقت بکنین که این فانکشن نیست که کال میشه، بلکه هر وقت شما یک پروسیجر رو میخواین در اسکیل سرور اجرا بکنین، از فرمان اکزیکیوت استفاده میکنین و کال ما اسکیل است، چون دیروز شما رو تشریح میکردم. فرمان به نام اکزیکیوت است در اسکیل سرور. دقیقاً اکزیکیوت اجرا کنه این پروسیجر را. این را میتونین کوتاه‌تر هم نوشته کنین، اگه اختصارش نوشته میکنین کافی است نوشته کنین اکزیک و همون کار را براتون انجام بده. توسط فرمان اکزیک و یا مکملش اکزیکیوت شما میتونین یک پروسیجر را رن کنین. خب این پروسیجر ها چون چیزی را ریترن نمیکنن، اما فانکشن ها را هیچ وقت به هیچ شکل شما استفاده کردن نمیتونین. اگه یک فانکشنی داشته باشین به طور مثال به نام now که خودش یک کیورد است، ریزرو است که یا میگیم today که بر ما پیدا کنه فقط تاریخ روز و امروز برگردانه. مثل این فانکشن اگه دقت کرده باشین در سافیر اکسل هم داریم، نه مایکروسافت اکسل ای کار کرده باشین today تاریخ امروز برگردانه. این فانکشن وجود نداره، خود ما باید این رو بسازیم. خب بعد از اینکه ساختیم این امکان نداره که شما مستقیما از خود کامند لاین بیاین این فانکشن اجرا بکنید بگین today. خب این چی کنه؟ این فانکشن ها قرار بود که یک مقدار رو برگردانه، پس این تاریخ امروز رو پیدا میکنه و ریترن میکنه. اما ریترن که شد چه اتفاقی افتاد؟ اینجا خب اگه بازگشت داده بشه نتیجه‌ای نداره، تأثیری نداره. فانکشن ها فقط در داخل کوئری ها قابل استفاده هستن. کلمه جمله‌ای که میگم دقت بکنید. فانکشن ها صرف در داخل کوئری ها قابل استفاده هستن. یعنی شما حتما یک کوئری نوشته کنین، فرق نمیکنه که حالی سلکت یا اینسرت یا اپدیت هر چیزی. معمولا خب زیادتر که استفاده میکنین کوئری سلکت. در داخل این سایت، در داخل کوئری سلکت باز شما میتونید یک فانکشن اجرا بکنین. امیال نمونهش بسیار خوب دیدین چطور وقتی که من خواستم تفاضل دو تاریخ را پیدا بکنم یا خواستیم که تاریخ فعلی را پیدا بکنیم، اینا چی هستن؟ get date و date diff فانکشن ها هستن. فانکشن در داخل چی میه؟ اینساید کوئری، جزئی از یک کوئری. اما ببینین اگه من اینجا نوشته کنم date diff، خب این نیاز به دو تاریخ داره، مثال ساده‌تر get date. حالی بر ما چی رو برگردانه؟ تاریخ فعلی را. اما خب که بازگشت داده شد چی کنه؟ منظور من خوب دقت میکنید؟ وقتی که این فانکشن در داخل کوئری یک تاریخ برمیگردانه، چون داخل کوئری است قابل استفاده است. اما اینجا در کامند لاین وقتی شما نوشته کنید get date میبینید امیال ارر گرفته، هیچ کاری انجام دادن نمیتونه مگر اینکه شما اینو داخل کوئری به کار ببرید. یک قسم میشه من حیث مثلا چی استفاده بکنید؟ یک کالم میگم select و get data. خب البته from دیگه از کلام تیبل select نشده، اما نامگذاریش میکنم از today به طور مثال. نه حالا چه اتفاق میفته وقتی من اینو رن کنم؟ مطمئنا get date تاریخ فعلی رو پیدا کرد با شرطی که داخل یک کوئری به کار بره. درسته؟ یا به طور مثال میخوایم date diff تفاضل دو تاریخ پیدا کنیم و در یک تیبل اینسرت بکنیم. پس میشه که من کوئری اینسرت نوشته بکنم، وقتی میخوایم تفاضل دو تاریخ پیدا کنم در داخل کوئری اینجا بهش بگم date diff. اما در خود کامند لاین نمیشه مستقیما نوشته کنم date diff، چون این تفاضل یک عدد به دست میاره ریترن میکنه. خب بازگشت داده شد، آوتپوت داد، اما اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. این فانکشن ها هستن. برای بار آخر میگم و تکرار میکنم، در حالی که پروسیجر ها را شما بسیار براحتی اکزیک از همینجا میتونید که اکزیکیوت بکنید. درسته؟ هیچ نیاز نیست که حتما شما یک کوئری داشته باشین و این داخل کوئری نوشته بکنید. پس به این معناست که در حقیقت پروسیجرها فرمانها یا همون کامندهای اصلی دیتابیس هستن که شما اگه خواسته باشین یک در حقیقت کاستوم کامند، یک فرمان فرمایشی به دل خودتون جور بکنید. فرمان ها زیاد دارن در دیتابیس، اما فرمانی که به میل شما کار بکنه، خواسته شما چی است میسازید من حیث یک پروسیجر، او یک کامند است، او رو اجرا میکنید از خود کامند لاین از همینجا. درست است؟ به جای که مثلا کوری سلکت بگین میتونید مستقیما نام پروسیجر رو بگین. اما فانکشن ها به این شکل استفاده نمیشن. فانکشن ها کامند ها نیستن که بتونیم از همین جور اجرا بکنیم. صرف یک فرمولی است. فانکشن خودش این تابع دیگه نه، یک تابعی است که در داخل یک کوئری به کار میره. این گپایی که گفتم براتون شاید کمی مغلق شده باشه، اما هر دوش عالی کار میکنیم. سینتکسش رو ببینیم، مثال چندین مثال برای کدوم کار میکنیم، بسیار زیاد ساده براتون واضح میشه و ببینید که چقدر اینا مهم هستن. و در کانسپت دیتابیس ادوانس، یعنی اگر نسبت به چی حالت درسی شما میگین دیتابیس دو، نه در دیتابیس یک موضوع بیسیک تمام شد، تیبل بود، ویو بود، تمام. اما در دیتابیس دو موضوعاتی که ادوانس تر است، پروسیجر و فانکشن ها فوق العاده در دیتابیس اهمیت داره.
خب و خصوصا وقتی بالا یک پروژه یک سیستم بزرگ شما کار بکنین. پروسیجرها رو تمام خودتون میسازین، یک کدام گپی نداره. اما در مورد فانکشن ها یک نکته دیگر هم اضافه کنم، ضروری است که دو نوع فانکشن باز ما داریم مطمئنا، یکی بیلت این فانکشن ها و یکم یوزر دیفاین فانکشن ها. شاید همین موضوع در پروگرامینگ هم ذکر شده باشه براتون. بیلت این فانکشن ها منظور فانکشنی که خودمون از قبل ساخته شده. خب گفتین خوده، بله خوده، درست، خوده همین زبان لنگویج یا در مورد دیتابیس خود همین دیتابیس داره. مثلا مثال بسیار خوبش همین get date. این فانکشن در خود اسکیل سرا وجود داره، قبلا تعریف شده و صرف ما از استفاده میکنیم، نیاز نیست که ما رو جور کنیم یا در اون تغییرات هم آوردن نمیتونیم. اما یوزر دیفاین خود ما دیفاین میکنیم، خود ما با وجود میاریم. مثل همین میگم get age سن بعد اس بیار. خب چنین فانکشن در هیچ دیتابیسی وجود نداره، اسکیل سر نداره، ما اسکیل در هیچ دیتابیسی سن همیشه خودتون باید بعد اس بیاریم. پس این میشه یوزر دیفاین، چون من اینو تعریف میکنم. درست است؟ یه نکته آخری دیگه کدام گپی نیست. اگر در توضیحاتی که بهتون گفتم معرفی کدام سوال براتون پیدا شده باشه. خب اول پروسیجر میسازیم، این بسیار ساده‌تر است و نظر به ساینتکسش کوتاه‌تر است نسبت به فانکشن. بعد فانکشن رو میبینیم چون خوبی ریترن میکنه، یک موضوع اضافه تر هم داره. در قسمت پروسیجرها ساینتکس که وجود داره، حس میزنید چه قسم شروع میشه؟ مطمئنا مثل دیگه آبجکت ها، تمام آبجکت ها توسط فرمان یا کیورد کرییت مثل کرییت تیبل، کرییت ویو، کرییت تریگر و حالی هم کرییت پروسیجر بینش. و بعضی مطمئنا نام پروسیجر دیگه کیورد است. درست است؟ و بعضی میین عین گپی را که داشتیم، اگر چندین کامند رن میکنین بگن اند، این در داخل مثل امو براکت باز و براکت بسته پروگرامینگ هستین، داخل یک بلاک قرار میتین و شرط که بیشتر از یک SQL کامند رن میکنین، یعنی فقط مثلا 2 یا 3 کوئری سلکت داشته باشین. اما اگه یک کوئری رن میکنین اصلا نیاز به بگن این هم نیست، مستقیما شما میتونید امو کوئری مربوطه تونه یا امو SQL استیتمنت اینجا نوشته بکنید. درست است؟ بینشه. ولی اگه چند تا شد باز دیگه ایرر میده، مجبور هستین که او رو داخل بگن و ان قرار بدید. بینشه. خب سایت این کوئری اینجا دیگه نیاز است که من در ساینتکس چیز نوشته کنم، نه؟ وقتی گفتم SQL استیتمنت پس هر فرمان select insert update بوده میتونه. دیگه اینجا مثال براتون نوشته نمیکنم. ببین چقدر ساده است ساختن یک پروسیجر و همین سادگی است. البته شکل اولش مثال اول ساده نیست. خب معلومات سلکت میکنم از تیبل امپلوی. ببینیم یک مثال جالب اگر باید ما بیاد. میخوام یک پروسیجر بسازم که هر وقت این را رن میکنیم فقط خود شخص نشان بده با معاشی که داره، صرف همین. درست است؟ من میخوایم که هر تقریبا ماه وقتی که معاش امپلوی پرداخت میشه باید یک لیست داشته باشیم از نامشان و معاشی که میگیرن. خب این نام مطمئنا اگر نام تکراری داریم پس باید طوری باشه که مثلا یک مشخصی هم داشته باشه مثل آیدی یا تخلص هم به همراهش سلکت بکنیم. بعضی هم تخلص ندارن، حتما باید آیدی ها رو به همراهشون سلکت بکنیم. ولی اینجا دیگه تاریخ تولد و نمبر تلفن و آدرس و گپا اهمیتی نداره، فقط یک لیستی از معاشات، فقط اونجا نام کارمند و مقدار معاشی که میگیره. خوبی بسیار ساده است که توسط یک کوئری سلکت هم نوشته میکنین همیشه. پس میگم آیدیش سلکت بکن، عین کوئری قبلی میشه دیگه، و نام و تخلصش یک جایی سلکت بکنم به این شکل emp last name و یکی دیگه هم سلری شد. میبینید اینجا کدام در حقیقت ما اپریشنی رو انجام نمیدیم، emp last name، هیچ محاسبه‌ای نداریم، هیچ کدام عملیاتی رو انجام نمیدیم، فقط دیتایی رو که هست سلکت کردیم. درست است؟ خب حالا این کوری باز هم نوشتنش هر بار وقت میگیره و من میخوایم که رو به یک راوتین تبدیل کنم، یک کار تکراری، صرف یک کلمه با بگم که سلری یا شو سلری و با گفتن همین شو سلری همین نتیجه رو برام بده، یعنی همین کوری رو رن بکنم. پس باید یک پروسیجر بسازیم و او SQL استیتمنتی که رن میکنه همین چیز باشه. این رو باید داخل چه قرار بدیم؟ ساینتکس ساختن پروسیجر. پس فرمان میدیم که create پروسیجر، نامی که برش میدیم به طور مثال show salary و کیورد اس. میبینین هیچ چیز دیگه لازم نیست. بسازه یک پروسیجر به این نام و کوئری که رن میکنه چی باشه؟ اسکیل استیتمنت دیگه اجرا میکنه، این اسکیل استیتمنت باشه. وقتی که این رو رن بکنین نتیجه چیزی آوتپوت بهتون نمیده، اما در حقیقت چی شد؟ پروسیجر به نام شو سلری ساخته شد. چطور میتونم این رو اجرا کنم؟ آفرین، دقیقاً کیورد داریم به نام execute. میدونین که کیس سنسیتیو نیست، دلتون که کوچک نوشته میکنی یا بزرگ نوشته میکنی. execute show salary. یادتون باشه که پروسیجرها قوس نمیگیرن، صحیح؟ چون پروسیجر فانکشن است. شما میدونید نشانه فانکشن ها و متد ها در پروگرامینگ همیشه چی بود؟
پرانتز قوس ها بودن. این پروسیجرز این فانکشن نیست. پروسیجر هیچ وقت قوس نمیگیره در دیتابیس هم، ولی اگر فانکشن می بود باز میدین که قوس ها رو قرار میداد. حال ببینید فقط با گفتن اکزیکیوت شو سلری همون از چرا بعد اسم میاریم دیگه، اصلا نیاز به این کامند و این کوری هم ندارم. و نکته بسیار خوب دیگه چی است؟ این در دیتابیس ذخیره شده، این استور شده، سیو شده. پس هر وقتی که شما دیتابیس بسته میکنین چند روز بعد دیگه نیاز نیست که کوری نوشته کنید سلکت کانکتنیت او کار ای کار نه، فقط امی که نام پروسیجرتون رو بدونین او را رن میکنین به همین سادگی. و به خاطر که یک قدم دیگه میبرتون آسان‌تر بشه که اختصار نوشته کنین، فقط برش بگین execute باز هم عین نتیجه رو بعد اسم میاره. درست است؟ خب این نمونه یک مثال بسیار ساده پروسیجر و هرچند خوب نیاز به گفتن نیست، حتما در یادتون هست این موضوعات که تمام آبجکت هایی که میسازیم در اینجا ذخیره میشه دیگه، تیبل ها، ویو ها و دیگه آبجکت های تریگر، پروسیجر و فانکشن هر سهشون در کجا قرار میگیرن؟ در بخش پروگرامبیلیتی، چیزایی است که پروگرام میشن. نه واسه اینجا شما میبینین استور پروسیجر ها، فانکشن ها و تریگر ها. استور پروسیجر رو باز میکنم ببینین این پروسیجر هایی که قبلا ساخته شده، چون این خب دیدین دیتابیس تست 2 دیتابیس که ما زیاد سرش مثال کار میکنیم، این که امروز ساختیم این پروسیجر فعلی شو سلری ذخیره شده ساخته شده اینجا دیگه دائمی موجود می باشه. و اگر فانکشن میسازیم اینجا باز انواع فانکشن فرق میکنه، تیبل ولیو فانکشن داریم، اسکالار فانکشن داریم، اگریگیت فانکشن، سری موضوع میریم و بحث میکنیم با هم تریگر ها که در سطح خود دیتابیس باشه. حالا بیاین پروسیجر نوشته بکنیم که این دفعه بجایی که صرف بسیار بسته شکل ساده شکل ممکن یک کوری سلکت رن بکنه به کارهایی را برای ما انجام بده، مثلا اینسرت کنه، اپدیت کنه که ببینید این هم امکان داره در پروسیجرها. خب یک مثال به این خاطر فکر میکنم تیبل گودز داریم. اگه تیبل گودز داشته باشیم، خب داریم، یونیت پرایس هم داره. این یونیت پرایس چقدر جالب، همون مثال که در ذهنم بود با می تیبل مطابقت کرد. اصلا نیاز است که تیبلی رو بسازیم یا تغییرات هم بیاریم. تیبل گودز داریم، اجناسی که در یک کمپانی، در یک ارگانیزیشن، در یک مارکت موجود است و سوپرمارکت و اینا هم یونیت پرایسشون است به دلار. دقیقاً. خب شما میدونین که وقتی ما این رو بخوایم بفروشیم، اولا که خرید و فروش به دلار من اصلا نمیتونین این کار رو انجام بدین، وزارت مالیه باز جریمه تان میکنه. باید به افغانی بفروشین در داخل بازار داخلی افغانستان. پس این رو بیاین که تبدیل کنیم به واحد افغانی او که $400 چند افغانی و $100 چند افغانی میشه. و این خاطر که مطمئنا از یک چیز فهم میکنین، حاصل ضرب بسیار معمولی نه، یک پروداکت است ضرب میکنین، این را ضرب ارزش دلار به افغانی. درست است؟ خب اما نکته‌ای که وجود داره، دلار، نرخ دلار به افغانی ثابت نیست، بازی تغییر میکنه، حتی هر روز تغییر میکنه یا در یک روز چندین بار تغییر میکنه. پس این ما چطور هر لحظه بدانیم که دقیقاً امیالی قیمت یونیت پرایس فی دانه یا فی واحد جنس ما به افغانی چند میشه؟ میتونیم یک پروسیجر داشته باشیم که هر گاهی که قیمت دلار تغییر میکنه فوراً اون پروسیجر فقط ما رن کنیم و باید بهش بدیم که ارزش دلار به افغانی چند است. نه فعلا میگیم 57 است، 58 است، هر چندی که است و فوراً اون تیبل ما رو اپدیت بکنه، کل قیمت ها با مقدار یعنی قیمت مناسب روزشان تبدیل شود. درست است که در فروشات باز نقص نکنین، ارزان تر نفروشین. خب همین مثال کار میکنیم، میشه که خود یونیت پرایس اینجا ما به دلار داریم، یک کالم دیگه اینجا به وجود بیاریم که یونیت پرایس به افغانی ذخیره بکنه، چون ما میخوایم که در این مثال به شکل دائمی رو سیو داشته باشیم. پس به این خاطر برای همین تیبل گودز من یک کالم دیگه اضافه میکنم، تیبل گودز است، کالم جدید یونیت پرایس AF منظور از افغانی و اینجا هم INT. البته این اشاری هم شده میتونه، درست است، چون هم قسم دلار ما مقدار چی نیست. پس اینجا کدام دیتا تایپ انتخاب میکنین؟ چون فلوت. دقیقاً اگه خواستین که دقت اشاری او زیاد باشه باز دبل. درست است، ولی میدونین که خانه اشاری شد از 3-4 خانه دیگه زیادتر نشه، در حالی که فلوت تا 7 خانه اشاری رو میتونه ذخیره کنه دیگه برخون ان شاء الله میدن و دبل باز دو چنده او تا 15 خانه اشاری رو میتونه ذخیره کنه. پس این مثال من فلوت انتخاب میکنم و این هم نه میتونه نل باشه، همین کفایت میکنه. خب این رو سیو میکنین. ببینین حتی ما فعلا چی میگم نمیتونه ایتی بده تغییر بده آلتر کنم. دلیلش چی بود؟ تیبل گودز
unit price if آها چون این تیبل بله من دقت نکردم. در این تیبل شما دیدید ما دو ریکارد داشتیم، دو رو داشتیم نه؟ و وقتی که من میگم یونیت پرایس این کالم نات نل باشه پس همین دو رو وجود داره و اونا قیمت افغانی ندارن تا هنوز نه، فقط یونیت پرایس دلار را دارن. پس به این خاطر ارور داد که اونا را نمیتونین نل رها بکنی. پس میشه فعلا میره نل قبول میکنم میسازم میرم قیمت های افغانی رو اصلاح میکنم پس برمیگردم و ایره دوباره نات نل میکنم. فعلا نمیشه که شما نات نل بسازین. پس ببینین فعلا رو سیو کردم مشکلی نیست. تیبل باز میکنم چون این تیبل قبلا دیتا داشته و ایره اضافه میکنیم. 400 به افغانی تبدیل کنیم. آها چند است؟ 58 است. بسیار خوب. 400 ضرب 58 اگر فیکس گرفتین 23200 و 100 روند است دیگه همون میشه نه 5800 دیگه نیاز نیست که ضرب کنیم. بسیار خوب به این شکل حالی که این تیبل دیگه این کالم هاش نل نیست دوباره میتونم بیایم و این را چی کنم نات نل. این نکته متوجه شدین؟ در وقتی که تیبل ها رو میسازین دیزاین میکنین اگه حالا پیش میاد این کار رو باید انجام میدین. خب حالی داریم کالم یونیت پرایس افغانی اجناس را هم کودز به این شکل. خب اما مشکلی که وجود داره ریکوایرمنت چیزی که تقاضا میشه مطلوب است در این سناریو این است که حال قیمت دلار تغییر میکنه. میال فردا میشه 58.5 نه 8.7 هر چقدر که تغییر میکنه و دیگه این قیمت ها درست نیستن. پس میشه یک پروسیجر داشته باشیم که او بیا همین نرخ ها رو بر ما اپدیت کرده بره. یک پروسیجر باشه نیاز نباشه که من تیبل باز کنم وقتی نرخ دلار تغییر کرد باز بعد ماشین حساب هر کدام ضرب کنیم بعد اینجا ذخیره بکنیم. صرف یک پروسیجر باشه به طور مثال به نام update price مثلا این نامو برش انتخاب میکنیم و وقتی که من فقط گفتم exec update price یک چیز دیگه هم باید برش مشخص کنم نه اون نرخ دلار است. اینم برش بتون به عنوان اینپوت یا ورودی فورا اون میگیره و تیبل ما رو چی میکنه اپدیت میکنه. درست است؟ خب بسیار خوب. نکته ای که در این پروسیجر جدید است و فرق میکنه یک نکته اضافه تر است این است که مطمئنا این دفعه پروسیجر ما باید دارای چی باشه اینپوت. این دفعه نرخ دلار ما باید بهش بدیم به حیث ورودی اگر نتیم خب نمیتونه بر ما نرخ افغانی رو حساب بکنه. پس ببینید که اگر پروسیجرها بخوایم که اینپوت داشته باشن چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. ساینتکس همون ساینتکس قبلی است کرییت پروسیجر نامی که برای پروسیجر انتخاب کردیم به طور مثال همین باشه update price و بعد از شما اینجا پارامتر ورودی را معرفی میکنین. قبل از اینکه کیورد اصل را استفاده بکنین اینجا شما چی رو معرفی میکنین؟ اول پارامتر را یادتون است در پروگرامینگ یک فانکشن میساختین میتونست پارامتر داشته باشه چندین پارامتر رو معرفی میکردین. بعد معرفی کردین پارامتر چی مهم بود؟ دو چیز داره پارامتر نه؟ چی است؟ پروگرامینگ باید بیارین این دقیقاً همون آفرین یکی دیتا تایپ که اون پارامتر قیمت ورودی از چه نوعیت است آیا عدد است حروف است اگر عدد صحیح است یا اشاری و دیگه دقیقاً پارامتر باید نام داشته باشه. پس دو چیز یکی نام پارامتر شما باید مشخص بکنین و یکی هم دیتا تایپ رو باید مشخص بکنین. بسیار خوب پس من بهش میگم به طور مثال ریت نرخ میگن نرخ دلار ریت و ای از کدام دیتا تایپ می باشه؟ نیاز نیست. $1 میگیم به افغانی چقدر؟ نرخ دلار به افغانی 58 اشاریه چند نه 57 اشاریه چند دقیقاً این میتونه که چی باشه؟ فلوت باشه. خب یک نکته دیگه هم که لازم است فکر کنم من فراموش کردم این است که از ساین استفاده کنیم. ساین بله ببینین وقتی پارامتر معرفی میکنین در اسکیول سرور پارامترها را در شروع نامشون چی قرار میدین؟ از ساین. مثل که اگه فکر کنم پی اچ پی هم کار کردین که اونجا چی قرار میدین؟ دلار ساین که اون یک واریبل مشخص میکنه. این هم نشانه در واقع معرفی کردن پارامتر هاست. اینو فراموش نکنید. درسته؟ پس ریت از دیتا تایپ فلوت. بعدن کیورد اس رو بیاره. اینم دقت بکنید که کرییت پروسیجر اپدیت پرایس اس باز پارامتر معرفی نمیشه. اول نام پروسیجر پارامترهایی که میگیره 1 2 3 4 هر چند پارامتر داره بعد کیورد اس چون بعد از اس شما چی رو نوشته میکنین کوئری رو و دیگه نمیشه پارامتر بعد از اس معرفی کنید. پارامتر قبل از کیورد اس میاد. خب این کار رو انجام میدیم. حالی کاری که باید انجام بشه
در واقع بادی خود استراکچر اف پروسیجر ما ساخته شده. نرخ دلار را ما داریم در ریت، مثلا در ریت میه 57. فعلا شما 58 حساب کردین که این نتیجه شد نه؟ فردا یک افغانی دلار پایینتر میه 57. پس در ریت 57 داریم. حالا ببین این دیگه کوری اپدیت معمولی است. شما بگین اپدیت کنه تیبل ایده تیبل امپلی ثبت شده تیبل گودسه. خب ست کنه نام خودم چی رو میخواین تغییر بدین؟ کالم یونیت پرایس افغانی را یونیت پرایس اندرسکور AF همین نام داده بودم نه؟ خب مسایبه قیمت روز آفرین نام خدا دقیقاً قیمت روز در کجا دارین؟ است این قیمت ارزش دلار در مقابل افغانی است 58. خب این رو به چی کنیم؟ یونیت پرایس دقیق. پس ببینیم میگیم کالم یونیت پرایس را که این ارزش دلار ای را داره یعنی کالم ای را ضرب چی کنم؟ ریت. اینجا هم اساینش رو فراموش نکنید. اساین ریت. ببینید من از یک دقیقه پارامتر معرفی شده و ایره میشناس از فلوت است. خب این کار رو انجام بده. کریتریای وی ضرورت هست یا نیست؟ اپدیت کنه این چیز شد نه؟ قیمت دلار را ضرب نرخ روز کرد، قیمت روز کرد و گفته دوستان و در اینجا ذخیره کرد. کریتریای وی ضرورت هست یا نیست اینجا؟ نیست؟ فقط بله نخیر. نیست؟ است؟ نیست. مخالفت کردین؟ مخالفت ناصحیح سیست؟ ضرورت نیست. و چرا نیست؟ تایم میگه؟ خاطر استاد دیگه اخبار تمام شهر کنم شده واسه خود ما متوجه هستین؟ اگر ویر بگیم پس مجبور یکی از روها رو مشخص کنیم. خب کدام رو میتونیم بگیم؟ مثلا ویر گذاریش مثلا 100 پس قیمت در واقع فقط این رو اپدیت میکنن در حالی که این میخوایم برای تمام تیبل عمومی باشه. این یکی از مواردی که در اپدیت برعکس دیگه اوقات ما ویر مشخص نمیکنیم. درست است؟ تمام شد. چون بازم یک کوری است دیگه بگین این نیاز نداره. باز دقت بکنین چون شاید مثال کار نکنم یا شاید هم کار کنیم ولی یادتون باشه بگین حتی اگه در این حالت هم نوشته کنین تفاوتی نداره. مثل پروگرامینگ است بگین اختیاری است ولی میتونین در این حالت نوشته نکنین. اگر چند کوری میشد دو کوری اپدیت یک کوری اپدیت یک کوری دیلیت باز مجبور که رو داخل بگین و این قرار میدادین. حالا میتونیم که این پروسیجر رو اکزیکیوت بکنیم. خب پروسیجر ساخته شد. حالا پروسیجر داریم به نام اپدیت پرایس و یک پارامتر ورودی میگیره ریت. برای اجرا کردن یک پروسیجر execute و نام پروسیجر update price. اما این دفعه براتون میبینید دقیقا نشان میده که این پروسیجر update price پارامتر ورودی ریت میگیره از دیتاهای فلوت. کجا نوشته کنم؟ دقیقاً پیش روی نام خود پروسیجر. اگه یادتون باشه پارامترهای فانکشن رو چه قسم بهش پاس میدادیم؟ در داخل قوس نه داخل پرانتز نوشته میکردین. مثلا یک مثال ساده بگم یادتون بیه کم کم میخوایم در پولیش موضوع پروگرامینگ هم یادتون باشه. مثلا یک فانکشنی می ساختیم int add نه دو پارامتر میدادیم int x int y نه فراموش کنه کردین ان شاء الله و میگفتیم ریترن کنه چی را x جمع y را. حالا وقتی گیر کال میکردم که add و چی دو سه دو قیمت میدادیم یک قیمت برای هر کدام از پارامترها. این دقیقاً همین مفهوم همین کانسپت همین موضوع در دیتابیس هم وجود داره. فقط اینکه این فانکشن است و چیزی که ما داریم پروسیجر است و گفتیم هیچ وقت پروسیجر قوس نمیه. پس تنها کاری که شما میکنین قوس ها رو برمی‌دارین. درسته؟ همین که قوس ها رو بردارین خلاص است. و چون یک پارامتر ورودی داریم ای است یعنی فعلا نام فانکشن ما چی بود؟ update price میبخشین گفتم نام فانکشن نام پروسیجر قوس تایپ نمیکنم مستقیما در روبروش عدد مربوط رو تایپ میکنم. این میشه پارامتر ریت که اینا میگیره این نرخ روز است قیمت روز است و کل قیمت ها رو برای ما تبدیل میکنه. صحیح است؟ پروسیجر ها را اگر پارامتر ورودی دارن در روبروشان دقیقاً در این نقطه نوشته بکنید. درست؟ اکزیکیوت میکنم پروسیجر اپدیت پرایس را 57 من حیث ریت میگیره. پس یعنی 57 ضرب کالم یونیت پرایس میکنه که یک $400 و یک $100 داشتیم. وقتی که ضرب کنه نتیجه به دست میاد ورود کالم اپدیت پرایس افغانیش یونیت پرایس افغانی قرار میده. خب 57 یک عدد فیکس است و این فیکس میه به اینکه دقیقاً همون قسم که در بازار واقعی هست نه ایرا اشاری بدیم چون فلوت هست دیگه چقدر بهتر 57.70 ایرا اکزیکیوت میکنم. ببینید چند رو تحت تاثیر قرار گرفت چون در کریتری اپدیت ما
در کوری اپدیت ما کدام کریتریوم نبود، تمام روها که 2 دانه بود اما 2 دانه. و مطمئن حال اگه شما معلومات تیبل گودزوی ببینین مطمئنم که تغییر کرد. درست در حالی که 58 بود و اون 23200 بود نه اپدیت شد. و چقدر جالب و زیباست که شما ببینید معمولا در کمپانی که ما همراهشون مشترک سرکار داریم در تیبل گودزشون 200 230 قلم جنس معمولا وجود داره به طور اوسط. پس همین با یک فرمان هم کلش 230 قلم جنس تمامشون اپدیت میشه و قیمت افغانی خود میگیره. چقدر کار ما سهولت پیدا کرد، چقدر آسان شد نه؟ اگر نه دانه دانه ایره تغییر میدادیم ساعت ها وقت میگرفت. خب پس دیدیم مثال دیگه از پروسیجر بود. تفاوتی مثال با مثال قبلی، یکی که پارامتر ورودی دیدیم که فانکشن ها میتونیم پروسیجر ها میتونن اینپوت داشته باشن قیمت ورودی بگیرن، ولی که هر فرمان که خواسته باشین، هر کوئری که خواسته باشین پروسیجر ها میتونن رن بکنن، از سلکت معمولی گرفته در مثال قبلی تا اینزرت و اپدیت و دیلیت و هر قسم پروسیجر. خب اگر سوال دارین در قسمت پروسیجر ها و هم طریقه اکزیکیوت کردنشون سوال ندارین؟ مثلا فقط استفاده از این کاتگوری همیشه علیه نمیتونه مثلا پیغام رو تغییر میکنیم با استفاده میشه. مثلا این اکزیکیوت که فقط برای استفاده میشه. فقط به این قسم است دیگه یعنی اگر در قسم فانکشن در کوئری استفاده نه امیر براتون تشریح کردم تا اینجا که هیچ وقت شما پروسیجر رو در داخل کوئری استفاده کردن نمیتونید و بسیار یک مسئله خوب اشاره کردیم بیاین که حالا با مثال توضیح بدم که اذیتتون نره. میگم پیشتر که یک پروسیجر ساختیم به چه نام بود؟ شو سلری بود. شو سلری اگزیک شو سلری میبخشین این پروسیجر ما بود. خوب دقت کنید گپ سوال تایم جانس بیشتر دقت کنید و کلتون هم متوجه باشین. حالا من میگم select به طور مثال employee ID employee first name from employee. درست است؟ مثل که گفتن ما پروسیجر رو در دیگه جا استفاده کنیم میتونیم یا نمیتونیم، در داخل یک اینسایت در داخل یک کوری میتونیم استفاده کنیم یا نه. حالا به نظرتون اینجا من میتونم بگم شو سلری چه اتفاقی میفته؟ خود این چی بود؟ یک کوری سلکت بود نه؟ این چند کالم برمیگرداند؟ 3 کالم آیدی و نام مکمل و معاش شخص و حالی امکان نداره نه تا اینجا یک کوری سلکت داخل کوری سلکت دیگه قرار گرفتن نمیتونه. یک پروسیجر خودش اجرا میشه، خودش یک SQL استیتمنت هست و شما نمیتونید یک اینزرت داخل یک سلکت یک دیلیت داخل یک اپدیت قرار بدید. درسته؟ اگه اینجا که اکزیکیوت هم نوشته کنید خاصیت و کاربرد نحوه استعمال طریقه استعمال پروسیجر رو همیشه می است که مستقیما در خود کامند لاین او را اجرا میکنه. همیشه توسط اگزیک یا اکزیکیوت نام پروسیجر میتونه اجرا میشه و اگه میخواین داخل یک فانکشن استفاده کنید خاموگه پس اگه بخواید داخل یک کوری استفاده بکنید خاموگه پس که شما باید فانکشن بسازید نه پروسیجر. درست است؟ خب پروسیجرها پس دیدین که چی کار انجام میدن؟ مجموعه از فرمان ها هستن یا select insert update delete که به شکل گروپی یک جایی اجرا میشن. زحمت نوشتن کد رو کم میکنه. ریوز میتونین بکنین، بار میتونید یک بار همین فانکشن اپدیت دیدین مثلا من نرخ دلار را از 58 به 57.70 تغییر دادم، باز دوباره امروز یا بعد از چاش دوباره این نرخ تغییر کرد. بسیار به سادگی میبینید استعمال مجدد ریوز را باز میکنم اپدیت پرایس، این دفعه میگم دلار آمده به 57.20 به طور مثال و این اجرا میکنم. چقدر کار سریع است. چند لحظه بعد دوباره این قیمت تغییر میکنه یا فردا این قیمت تغییر باز اجرا میکنه. میبینید یک فرمانی که از خود کامند لاین اجرا میشه دیگه نیاز به یک کوئری هم نداره چون خود یک کوئری در داخل خود داره که اجرا میکنه. کوئری داخلی پروسیجر یک اپدیت است در حالی که میتونه چندین تا هم باشه. درست است؟ خب این بود پروسیجرها. بازم اگر سوالی دارین خوب یاد گرفتین؟ اگه میخواین که مثال دیگه کار کنم اگر مطمئن هستین که به بلد شدین فانکشن ها رو ببینیم. پروسیجر خوب متوجه شدین یاد گرفتین؟ 2 حالت داره پروسیجرها دیگه. یکی مثال اولی که ساده صرف پروسیجر کوری نوشتن میکنین قیمت ورودی نمیگیره هیچ چیزی هم نداره. و حالت دوم پروسیجر که میتونه پارامتر بگیره یا قیمت ورودی بگیره. و مطمئن چه وقت به یک پروسیجر پارامتر میسازین؟ زمانی که صرف نام او پروسیجر کافی نباشه. وقتی میگیم exec show salary آیا این پروسیجر کدام قیمت ورودی میخواد؟ هیچ چیزی نمیخواد چون این سلکت میکنه تمام ریکارد ها را ولی کلام های مشخصی که ما گفتیم کدام آیدی مشخص ما برش نمیتونیم کدام شکل مشخص نداره.
پس قیمت ورودی نداره. اما زمانی که میگم update price، حالا میشه یک قیمت ورودی برش نتام؟ این قیمت روز میخواد، نرخ دلار را میخواد، پس باید که اینجا پارامتر حتما باش قیمت مشخص کنید. درسته؟ یعنی دو حالت پروسیجر دیگه، با اینپوت با ورودی یا بدون ورودی، دیگه شکل دیگه پروسیجر ها نداره. خب یک مثال دیگه هم کار میکنم از پروسیجر که بازم ببینیم واضح‌تر بشه و کمی در قسمت پرکتیس هم خوب بشه. یک پروسیجر بسیار بسیار ساده که معمولا ما در پروژه ازش استفاده میکنیم، اگه دقت داشته باشین خصوصا در تیبلای مثل استودنت، مثل امپلویی، مثل تیچر، ما همیشه میخوایم که آیدی یک در حقیقت اینستنس را یک شخص داریم، از طریق آیدیش معلوماتش پیدا بکنیم. خصوصا در وبسایت ها زیاد استفاده میشه. نه وقتی که ما یوزرنیم آیدی یک شخص داریم میخوایم پروفایلش رو ببینیم، نه فرض کنیم کمی پروفایل است دیگه که دقیقاً همون مشخصات داره. اگر آیدی رو فقط برش بدیم او فوراً کل معلوماتش بر ما برگردانه. خب اگر دقت بکنید فقط همون یک کوری سلکت است. حتی میتونیم select all from employee via employee ایدیش مساوی با چند. اما همین که من هر بار بخوایم حتی مثلا در یک دقیقه چندین بار معلومات اشخاص جدا جدا ببینم، یک کمی وقتگیر است و یک کار تکراری، یک روتین است. و چرا وقتی که این سهولت وجود داشته باشه در دیتابیس برای یک پروسیجر نسازیم؟ این خب میشه بدون پروسیجر من فقط تاسو یک کوری رن میکنم. خب این سفر رو ما بسته میکنم، چند لحظه بعد دوباره میخوایم این دفعه معلومات اون شخصی ببینیم که آیدیش 5 است. دیگه باید چی کنم؟ باز دوباره همین کوری را ولو که کوری ساده است، کوتاه هم است، دوباره نوشته کنم. در حالی که این توانمندی، این قابلیت وجود داره، این سهولت که شما یک پروسیجر بسازید، فقط بگین که find employee و در پیشرویش آیدیش بدین. find employee شماره 2، find employee شماره 10. بسیار به سادگی کار انجام میده. خب تمام چیزی که باید بدونین میدونین. از خودتون میشنوم که چه قسمت پروسیجر رو میسازین. نامشه من تعیین کردم find employee، پیدا کنه یک امپلوی رو نظر به آیدی او. چه قسم امپلوی است؟ خب عجله کردین. پارامتر ورودی داره. اگه پارامتر داشت از گفتن نمیتونین فعلا. اول باید پارامتر مشخص کنین بعد است. خب پارامتر ورودی @sign ID دیتا تایپ، مطمئنا که آیدی ها در مثال تیبل امپلوی اینتجر هستن. خب از سلکت کنم کلمه هایی که میخواین سلکت کنین بدل خودتان است. درست است؟ من آل سلکت میکنم. مساوی به اساین. دیدین چقدر ساده بود؟ شاید 2 دقیقه یا 1 دقیقه وقتتون بگیره که این پروسیجر رو بسازین، اما حالا ببینین هر وقت بخوایم که یک شخص، یک محصل را، یک کارمند، یک دکتر را، یک هر چیزی، یک شخص در دیتابیس داشته باشین، در تیبل رو پیدا کنم، برای حدی میگم find employee. حتی میشد نامی رو کوتاه‌تر بتونم که تایپ ای هم سریع‌تر شه. find employee 2 او کسی رو پیدا کو، او امپلوی که آیدیش 2 است. فورا او احمد است. او کسی رو پیدا که آیدیش 10 است. اصلا وجود نداره. و خوبی که چی است؟ همون موضوع کوری سلکت. حتما که مطمئن ارر نمیده چون کریتریا مچ نکرد. بیر آیدی مساوی به 10 خب وجود نداره، ارر نیست، نتیجه نه هیچ ریکاردی به این آیدی پیدا نشد. خب این هم یک مثال دیگه. وقتی که خودت مثال حل کردین خوب شد، حال دل من جمع شد که انشالله موضوع کامل واضح شد. بریم طرف فانکشن ها. خب فانکشن ها به عین شکل خود پروسیجر ها هستن، به همون شکل ساخته میشه، سینتکس کاملا مشابه، حتی هم قسم میتونه پارامتر ورودی داشته باشه، اما تنها چیزی که فرق میکنه این نتیجه خود به شکل یک قیمت، یک ولیو ریترن میکنه. پس این ما نمیتونیم در کامند لاین نوشته کنیم و اجرا بکنیم. این قیمت رو برگشت میدن و قیمتی که برگشت داده میشه حتما باید داخل یک کوئری استفاده شه، یا سلکت کنیم که ببینیم یا اینسرت کنیم که یک تیبل ذخیره بشه. و شما میبینید که فانکشن ها میتونن اینپوت داشته باشن، میتونن نداشته باشن، اما فانکشن ها حتما آوتپوت دارن، قیمت خود ریترن میکنن، نتیجه ریزالت خود به خارج یا به بیرون میفرستن. حالی که اینپوت داشته باشه یعنی نسبت به اون فانکشنی است که شما میسازید. مثلا من میخوام یک فانکشنی داشته باشیم که هر وقت او رو اجرا کنم تنها بر ما چی رو برگردانه؟ سال رو برگردانه که امسال سال چند است به طور مثال، نه یا روز هفته رو برگردانه، امروز دوشنبه است، سه‌شنبه است، چند شنبه است. میبینید که چنین فانکشن در دیتابیس وجود نداره، یک بیلت این فانکشن به این خاطر نداره. پس بر من بگین خوب با فکر جواب بدین آیا این فانکشن اینپوت داره یا نداره؟
یک فانکشن میسازیم که او بعد از اجرا شدن این قسم یک آوتپوت بده، فقط سال بر ما به دست بیاره. current year سال فعلی را. آوتپوت ای ریترن ای مطمئنا چی است؟ سال فعلی. حالی آیا این فانکشن اینپوت هم داره یا نداره؟ نیاز به اینپوت داره یا نه؟ بله نه خیر؟ بله؟ بله نه خیر؟ بله نه خیر؟ نداره. داره؟ نداره؟ داره. شما میگین داره، شما و شما دقت نکردین، فکر نکردین. ببینید میگیم سال فعلی را پیدا کنه، ما چی برش قیمت بدیم؟ اینپوت. ما ورودی برش چی بدیم؟ مثال همین قبلی نظر بگیم آیدی امپلوی دادیم که خود امپلوی رو برامون پیدا کنه. حالا این سال را میخوایم نمایش بده. او سال را از خود داخل کوئری خود سیستم همین فانکشن get date میتونه براتون به دست بیاره. مطمئنا که ما چیزی رو به حیث ورودی نمیتونم. پس ببینید این مثال به همین خاطر آوردم. این او فانکشنی است که هیچ اینپوتی نداره. آوتپوت داره. سال را پیدا میکنه براتون ریترن میکنه. اما هیچ ورودی ما باش نمیتیم. نه؟ چی برش ورودی بتون؟ سال فعلی رو خودش باید پیدا کنه. از جانب من هیچ چیز بهش داده نمیشه. متوجه شدین؟ دقت کردین؟ پس ایتو فانکشن هم شاید بر بخورین که اینپوت نداشته باشه. خب اگر اینپوت نداشته باشه خب کارتون آسان‌تر است، مثل توان پروسیجر است، اما فقط آوتپوتش رو میسازین. اگر اینپوت داشته باشه یک کمی سینتکسش طولانی میشه، باید باش پارامتر بدین. خب مثال اول فانکشن بین همین فانکشن کار میکنیم که سال فعلی را، روز فعلی را، تاریخ امروز چندم فعلی را برگردونه، هر چیزی که شما میخواین. یکی از مشخصات تاریخ را. چرا این مثال رو براتون میگم؟ به خاطر که شما میدونید در فانکشن get date این فانکشن با ما چی ریترن میکنه؟ اما این تاریخ فعلی شامل سال، دقیقه، ساعت و ثانیه. این فانکشن مناسب نیست. وقتی ما بخوایم مثلا year of registration مثلا امپلوی را استخدام میکنیم، هایر میکنیم، فقط کافی است که ما او چی رو بتون، چون دیتابیس طوری است ریکوایرمنت که فقط سالش نیاز است، که امسال احمد استخدام شد، سال بعدی محمود استخدام شد، پس فقط سال. اما این فانکشن به هیچ وجه فقط سال براتون برنمیگردانه. درست است؟ پس ما میتونیم از این فانکشن استفاده کنیم، چاره ای نیست. این پیدا میکنه این تاریخ فعلی را. یکی از بخش ها، یکی از پورشن های این تاریخ فعلی سال است. پس به اینکه سال ازش جدا کنید و او را برگشت بدین. چون فانکشن بلتینی وجود نداره، اما میتونید که خودتون این رو به وجود بیارین. قبل از اینکه اول خود فانکشن رو بسازم، میشه اول سولوشن یا راه حل همین مسئله رو بهتون بگم، چون فکر کنم یک چیز جدید است و بعد از باز فانکشن رو میسازیم. خب به این خاطر یک فانکشن دیگه در قسمت دیت نیاز داریم. دیت پارت از یادم رفته بود، همین که دیدمش بعد ما آمد. درست است؟ دیت پارت دقیقاً همین کارو براتون انجام میده. پارت یک بخشی از یک تاریخ براتون برمیگردونه. عین شکل دوباره چی داره؟ اینتروال. آیا روز میخواین، سال، ماه، ساعت، دقیقه، ثانیه، هر چیزی رو که از این تاریخ میخواین نوشته کنید. پارامتر دوم چی رو میگیره؟ خود تاریخ را از کدام تاریخ سالش جدا کنه و براتون برگردونه. یک فانکشن دیگه مفیده اسکیول سرور است. پس در قسمت اینتروال نظر بر ریکوایرمنت که بهتون گفتم، ما میگیم سال را برگردانه. خب سال از کدام تاریخ برگردانه؟ میگم از تاریخ فعلی برگردانه. ساده است نه؟ متوجه هستین؟ پس حالی کوئری رن کنم نتیجه چی است؟ فقط 2013. هیچ چیز دیگه هم نه. نه ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه، او چیز به کار ما نمیاد. خب اما ببینیم این رو باید تایپ بکنم هر بار نه؟ اگه بخوام خصوصا داخل یک کوئری استفاده کنم، باید نوشته کنم date part year get date کلی رو نوشته کنم. در حالی که میشه یک فانکشن داشته باشیم کوتاه یک کلمه دیگه، اینقدر طولانی نوشته نکنم که ممکنه اشتباه بشه و یا وقت دیگه یا گاهی از یادم بره که اون فانکشن چی بود که یک بخشی از تاریخ بعد اسم می آورد نه؟ date part. این رو میتونیم یک فانکشن کوچک ساده بسازیم که خودمون ازش استفاده بکنیم. پس ببین که این فانکشن رو میسازیم. حالی بازم جواب بدین این ورودی داره؟ آیا قیمت رو من تایپ کردم؟ کدام ولی رو من به دادم؟ نه. پس اگر این رو من حیث یک فانکشن شما بسازین، یک کدام ورودی نداره، اما خروجی و مطمئنا ریترن او یک قیمت است. سینتکس ساختن فانکشن ها به این شکل create فانکشن، نامی که به فانکشن میتیم نام فانکشن باشه برام چی؟ یک نام بگیم show year find year get year بهتر است. get year سال بعد اس بیارم.
خب فانکشن ها دارای قوس می باشن، درست است؟ پس ریاتان نره. قوسش هم تایپ کردم چون ورودی نداره. خوب دقت کنید، این مثال اول است ساده‌تر، در مثال دوم باز براتون کار میکنم. اگر یک فانکشن اینپوت ورودی داشته باشه من حیث پارامتر همینجا معرفی میکنین، همون قسمی که در پروگرامینگ معرفی میکنین، پارامترهای یک فانکشن در قوس پیشروش معرفی میشد، اما فعلا که ورودی نداره. پس بعد از او فقط کیورد است. یک چیزی را یادم رفت، تفاوت بین ساینتکس پروسیجر و فانکشن خب در این نقطه است. نه پروسیجرها چیزی بازگشت نمیدادن، پس نیاز نبود شما بگین که از کدام دیتا تایپ برمیگردانن، چون اصلا چیزی بر نمیگردان. ولی همیشه میگیم که فانکشن ها یک چیزی رو برمیگردانن، پس شما اولین کاری که میکنید باید مشخص کنید که از کدام دیتا تایپ برمیگردانن. و مثلا از کدام دیتا تایپ است؟ یک عدد است، اینتجر است، نه دیت نیست. پس اولین کاری که میکنید یادتون باشه در ساینتکس فانکشن، ساختن فانکشن، اول میگین ریترنز، به یسش دقت بکنین، یعنی برمیگردانه از کدام دیتا تایپ؟ int. اما خب انال میگین بیا برگردان، این خود چیز برنگردان هنوز، نه ریترنز برمیگرداند. وقتی که میگیم برگردان پس از کیورد ریترن استفاده میکنه. بسیار تفاوت کوچک نه اس نداره. خب چی رو ریترن کنه؟ دیگه سلکت برش بگم، ریترن کنه سلکت ایده. ای درست است منظورتون؟ گاهی نبینین خودش را گرفتنه؟ ای درست است؟ منطقه ریترن کنه سلکت دیت پارت year get data. این خود تغییر نمیتونم چون همون فرمولی است که ما نیاز داریم. حالا میخوایم در داخل کوری اینزرت نوشته کنم که در امپلویی اینزرت کنه همین سال استخدام شخص را. نمیشه نه؟ در کوری اینزرت، در مابین کوری اینزرت کی میشه که کوری سلکت استفاده بکنیم؟ پس یادتون باشه هیچ وقتی شما در داخل فانکشن ریترن میکنین از هیچ کدام از کیوردهای سلکت، اینزرت، اپدیت هیچ وقت استفاده نمیکنین. از دیگه‌شون که مطمئنا استفاده نمیکنین، اشتباها از خود سلکت هم استفاده نمیکنین. در داخل پروسیجرها ما میتونیم بگیم سلکت یک کوری رو رن بکنه، چون یک پروسیجر خود به خود به ذات خود مستقل اجرا میشه، اما فانکشن قرار است قیمت خود، نتیجه خود، ریزالت آوتپوت خود برگردانه. پس به این شکل نوشته میکنیم، درست است؟ خب returns int ایناله اینجا بعد از اینکه دیتا تایپ رو مشخص کردم کیورد چی مانده؟ اس مانده، اس این چیز. خب چی دیگه کم نوشته کردیم؟ create function get year returns میکنه int اس کم ضرور نیست، return فقط اینجا accepting select else or date part چیزی که این برمیگردانه دیت پارت واقعا اینتجر نیست. اینه که این دیتا تایپ دیت چه خب این باید اینتجر باشه، چون ما یک عدد برمیگردیم. 2013 یک عدد است دیگه، تاریخ نیست، چون ماه و سال نداره با خود، یک عدد معمولی است. 1000 2000 3000 2013 یک عدد است. اما چیزی که دیت پارت برمیگردانه سال جدا کرده، هنوز دیتا تایپش دیت است. متوجه هستین؟ و برای اون خاطر این ریترن مچ نمیکنه. میگیم ریترن دیت پارت که دیت از دیتا تایپ تاریخ برمیگردانه، در حالی که برش گفتیم این فانکشن ریترنز int. باز این و این جور نمیه. ببین اگه من اینجا نوشته کنم دیت، باز این مشکل حل شده میتونه، ولی بازم درست نیست. این باید int باشه، اینتجر برمیگردیم مطمئنا، اما این قسمت باید به یک شکلی حل بکنیم. ببینیم برای این خاطر کدام متدی اگه باشم ساینتی متد نداریم تو آیتی چین متد نداریم. اگر از کانورت استفاده کنیم، کانورت ایره داریم، فانکشنی است با نام کانورت. convert syntax ای فانکشن اول دیتا تایپ هم میخواه و بعدا پارامتر اول دیتا تایپ، پارامتر قیمتی که برمیگردنی میگم از تایپ اینتجر برگردانم و این هم date part year get date بینش یکی از این خواست یکی هم از این بسته شد، هنوز داره برطرف نشده. select
create function get here returns. میشه از اینجا من ساینتکس فانکشن ها رو ببینم در بخش پروگرامبیلیتی فانکشن. اینجا بهش میگم یک فانکشن جدید بسازم در قسمت اسکالار فانکشن، نیو اسکالار فانکشن. یه از خود دیتابیس وقتی که شما اینجا نیو میگین فقط همون ساینتکس براتون شو میکنه. ببینید چه قسم بوده؟ create function، نام فانکشن، returns میکنه کدام دیتا تایپ؟ as، کیورد as بوده. as باز begin و end در صورتی که چندین کوئری رن میکنید و در آخر هم return. خب درست پیش رفته بودیم. فقط اینجا کیورد as قرار میگیره بعد از returns. اول میگین این فانکشن return میکنه int و بعدم as. این چیزی که اینجا داریم اگه تمام بشه به یک قیمت تبدیل کنیم return کنه convert ایره. خب اگر مستقیما نمیتونه ای رو ریترن کنم پس میشه که داخل یک واریبل رو ذخیره کنیم as begin end. برای معرفی کردن یک واریبل در اسکیل سرور کیوردی که استفاده می‌کنیم declare است. declare assign y یا در قدم year و بعد دایی میگیم ذخیره کنم حاصل نتیجه ای را به این شکل. خب دکلیر کردیم y را و چون y دیتا تایپش مشخص نکردم. این اینتیجر باشم ست کنه دالر امی y را مساوی به این مقدار convert int. دیدی مشکل حل شد و در آخر return میکنم ای y را. درست است؟ این شد اما من نمیخواستم قسم نوشته کنم یک ذره پیچیده شد نه نسبت به اون شکل عادیش. کاش میشد اما قسم عادی براتون نوشته میکنم. خب بازم میره ببینید برای مثالای پروفشنال تر به کارتون میاد. یا همون که است create function نام فانکشن returns int بعد as begin end. درست است؟ به خاطر که حال چندین فرمان داریم یک فرمان نیست. ببینید وقتی که من بهش گفتم return convert یعنی فرمان ها نوشته نکردم return convert فلان فلان نتونست مستقیما این سال را به دست بیاره و اون رو براتون بازگشت بده دایرکتلی. پس بهش یک واریبل معرفی کردم به نام y و بعد نتیجه ای را اول ذخیره کردم در کجا اساین کردیم در واریبل y و بعد ریترن کردیم y را. غیر مستقیم کار انجام دادیم به جای که مستقیم بگم return convert فلان تا آخر به جای اول در y ذخیره کردیم. خب این خودش یک تاپیک جدید بود که بعدها براتون میگفتم امیالی با فانکشن یک جای گرد خورد دیگه. موضوع پروگرامینگ در اسکیل سرور بود. بعدن خود دیدین که البته اگه کورسم دوام دادیم که در بخش اسکیل سرور هم شما میتونید دوباره دقیقاً از اون for while if پروگرامینگ در اینجا استفاده بکنین. صحیح؟ این خب موضوعات پروگرامینگ است دیگه که مثلا در C# یا در C++ جاوا دیدین. میشه که اینجا استفاده کرد کمی ساینتکسش فرق میکنه. این یک نمونه از پروگرامینگ در دیتابیس است که اینجا ما یک واریبل معرفی کردیم به نام y. همون قسم که شما در پروگرامینگ چه قسم یک واریبل معرفی میکردین؟ اول دیتا تایپش مشخص میکنین int x مثلا او را مثلا میکنین به قیمت. این گپ است در دیتابیس هم فقط کاری که اینجا انجام میدین اول از کیورد declare واریبل ها چی میشدن؟ declare استفاده میکنین نام واریبل میتین و بعضو دیتا تایپش. درست؟ این نام یا اتا بگم که var name واریبل name و بعد دیتا تایپ. این ساینتکسش است. کمی با پروگرامینگ تفاوت داره. و دیگه وقتی که میخواین اساین بکنین در پروگرامینگ خب ساده میگفتین int x اساین میکردین مستقیما. اینجا کیوردی که برای اساین کردن استفاده میشه set است. set کنه var name مساوی به این واریبل را به این قیمت. درست است؟ خب این کار انجام شد. حالی را اکزیکیوت میکنیم که این فانکشن ساخته بشه. فانکشنی به نام get year هست. درست؟ فانکشن ساخته شده. همین میتونید برید در بخش object explorer در بخش فانکشن ها ببینینش که به نام get year یک فانکشن ذخیره شد به وجود آمد. حالی ببینین اگه من کال کنم میره get year بنظرتون چه اتفاق میفته؟ میشه؟ یا نوشته کنم exec get year اشتباه است نه؟ چون گفتیم فانکشن ها از خود کامند لاین اجرا نمیشن. این براتون چی برمیگردانه؟ این فانکشن نظر به ریکوایرمنت امیالی به چی برگردانه فقط؟ 2013. خب این 2013 که برگرده چی کنه ای؟ اکزیکیوت. یک عدد نمیتونه اکزیکیوت کنه نه؟ چون فانکشن ها آوتپوت قیمت خود برمیگردانه. یعنی بعضی که اجرا بشه دقیقاً میشه 2013 نه؟ ریترن بازگردان آوتپوت داد خروجی داد قیمت خود اکزیکیوت 2013
ایمانا ندارنه، درست است؟ پس به این خاطر گپ تایم جان خوب دقت کنین که فقط فانکشن ها را در داخل کوئری ها میتونید استفاده بکنین. میتونه سلکت باشه و یا هر کوئری دیگه. اینسرت اپدیت هم بودم میتونه، درست؟ پس میگم سلکت کنه فانکشن get year حالی میشه چون در کجا اومده؟ در داخل یک کوئری آمده که کوئری ساعتین کوئری است. سلکت حتی اگه خواسته باشین میتونید این را نامگذاری هم کنین، مثلا به نام current year نامگذاری میکنه چون یک کالم سلکت میشه اما عدد برمیگردونه آلیاس او را نام موندم من حیث current year. خب فانکشن get year را نشناختم و همین نامبرش رو ساخته بودیم get کوچک year get year. خب فکر میکنم هنوز رفرش نشده، این فانکشن نشناختم. این هست یک فانکشن تا که دوباره ای رو باز کنیم بسته کنیم database test 2 new query select get year بعد from نداریم میشه نام بدیم current year. فکر میکنم هنوزم نمیکنه اجرا. بله میبینیم میگه get year is not recognized built-in function name. میگه یک فانکشن از پیش ساخته شده built-in نیست. بله خود ما این فانکشن رو ساختیم و در قسمت اسکالار فانکشن ها میبینیم در بخش فانکشن ها get year ساخته شده. فقط یک نکته میمونه که یک بار باید اسکریپت سرور رو بسته کنین، سایز دیسکانکت کنین، بسته شود، دوباره که باز شود این دفعه فانکشن رو میشناسه. صرف چون از کامند لاین رو ساختیم هنوز نشناخته. یک راه فعلی که دیگه هم وجود داره مثل همیشه این رو زمینش کنین، اگر شد خوب، اگر نشد دیگه چاره ای نیست. dbo database owner.getYear اجرا میکنم. دیدین جواب داد. اگر نمیداد من بسته میکردم این رو. درست است؟ این فقط صرف به می دفعه چون همین لحظه ساخته شده، دفعات بعدی هم نیاز نیست، مستقیما میتونید از استفاده بکنید. دیدین پس چطور شد وقتی که این فانکشن در داخل یک کوئری قرار گرفت این کار داد. حالا رو کجا میتونیم استفاده کنیم؟ خصوصا نظر به می ریکوایرمنت گفتیم در کوئری اینسرت. وقتی که اینسرت میکنیم یک امپلوی جدید را و سال اما هایر دیتش یا استخدامش هم من ذخیره میکنم. همین مثال کوچک یک تیبل میسازم ببینید که این را تطبیق هم بکنیم. یک تیبل داشته باشیم مثلا به نام نیو امپلوی، چون تیبل امپلوی رو داریم. این تیبل امپلوی آیدی داشته باشه، اینتیجر، پرایمری کی و آیدنتیتی هم باشه. دیگه تشریح نمیکنم و چیزی از شما پرسان نمیکنم، موضوع بسیار واضح است. یعنی وارکار باشه مثلا 20 کاراکتر و از دیگه مشخصاتش میگذارم. فقط چی داشته باشه؟ هایر یر داشته باشه. به طور مثال سالی که استخدام شده. میتونیم ما دیتا هایر دیتا ذخیره کنیم که در خیلی از دیتابیس هم ذخیره میشه، در صورتی که ما بخوایم ماه و روز هم دقیقاً داشته باشه. اما ممکنه صرف همون سال استخدام و ما کفایت میکنه. کمپانی کوچکتر قسم کار میکنن. پس هایر دیتا هایر یر را داریم، اون از دیتا تایپ آینتی چون یک عدد ذخیره میکنه. درست است؟ به این شکل تمام میشه. اگر این را میخواین من هست یک تیبل واقعی به وجود بیارین، پس اینا هم نات نل هست. این را اجرا میکنم. حتی به نام نیو امپلوی هم داریم. امپلوی که داشتیم هیچی، نیو امپلوی هم داریم. خب today امپلوی این تیبل ساخته شد. حالی میخوایم اینسرت کنیم یک امپلوی جدید را. کوئری رو بگین، ساینتکس رو باید بیارین. insert into table نام تیبل today employee values. یک کالم نشه identities، مشکلی نداره در اسکیل سرور نه، چون او اتومات تشخیص میشه. فقط ما دو قیمت باید بدیم، یکی نام این شخص، یکی هم سال امی استخدامش. پس به جای نامش تایپ میکنم علی، به جای سال استخدامش چقدر زیبا نه. دیگه نیاز نیست که اینجا بگم سال خودم تایپ کنم 2013 میشه. از کلی ساده نیست. خب از زحمت بکش فانکشن ساز این کار رو انجام بده. اما شما میدانین که هیچ وقت این مثالا رو ما اینجا کار میکنیم چون سخت است که من همزمان وقت گیر است که سی شارپ هم باز کنم، ویژوال استودیو و یک پروگرام هم بسازم، نه یک صافی از پروگرامینگ هم بکنیم. کورس‌ها رو می‌خوایم جدا جدا بخونیم آسان‌تر شه. مطمئنم که بعداً این اصلا برای ما اهمیتی نداره. هیچ وقت ما نمیتونیم از اینجا بریم اینسرت کنیم. حتما یک اینترفیس می‌ذاریم، یک صافیه از اونجا یک فرم از اینسرت میکنن، نه؟ و وقتی که او اینسرت میکنه این صافیه از کجا معلوم که امسال استفاده شده که ما نوشته کنیم 2013 همیال چیزی کمتر 2 ماه ماندنه، 1.5 ماه دیگه.
سال 2013 ختم میشه. مشتری ما از این پروگرام سال بعدی استفاده میکنه، پس دوباره اونجا بریم اون پروگرام تقریبا 2014 سال دیگه باز 2015 این تاریخ به اتوماتیک به دست بیاد. خب پس هیچ فانکشن هم نسازیم بگیم get date نقطه ای که فقط سال نیست، نه این بیلتین فانکشن خوبی است اما مناسب کار ما نبود، پس این به این خاطر این فانکشن dob هیچی getIR را معرفی کردیم. درسته؟ پس من اینجا حالی میتونم بجای سال ای که به شکل اتوماتیک و داینامیک به دست بیاد از خود سیستم بهش بگم که get year. بسیار بسادگی، هیچ چیز دیگه هم نیاز نیست. حالا میبینیم بعضی که یک بار get year رو اجرا کردیم این دفعه دیگه فکر میکنم بدون dbo میشه اجرا کرد. کلا کوئری رو ببینیم insert into today employee values علی برای نیم آیدنتیتی از کالم اول، پس هیچ چیزی بهش نوشته نکردم. get year هم میره بجای هایر year. چقدر خوب اتوماتیک. کوئری رو رن میکنیم، بازم نشناختم dbo دات بینش. بیاین که ازم یک چند تا دیگه هم اکزیکیوت کنیم، بیاین 3 نفر دیگه که مونده در یک کوری اینسرت کنین. 3 امپلوی رو میخوایم یک جای اینسرت کنم. خب بله اما گپ مالتیپل اینسرشن هستم پرسان داشتم، همیره کامه تکرار بکنین. نه خب احمد دیگه کی است؟ نه از یادتان رفت؟ لیلا است دیگهش؟ مریم است. اینا رو از یاد نبریم. بسیار خوب. مالتیپل اینسرشن کردیم، یه ریوز رو ببینیم چند بار ازش استفاده میکنم. یک بار ساختنش وقت گرفت، زحمت خواست، اما حال دیگر به راحتی هر وقت میتونید از این استفاده بکنید. سر اینسرت شد و اگر معلومات که اینسرت کردین یک بار ریویو کنین ببینین from today employee چقدر زیباست کلشون. همین امسال دیگه همین امروز اینا هایر شدن استخدام شدن، پس از کلشون 2013. همین فرمان یک سال بعد شما رن کنین دقیقاً همین فرمان را همیشون میشه 2014. درست است؟ تو توسط از این میتونی فهمیدم مثلا که امپلوی در کدوم سال آمده که استخدام شده یا در پست یعنی فانکشن که کوئری نوشته شده توسط این فانکشن نه، این فانکشن سال فعلی رو به دست میاره. اگه میخوایم بدونین که یک امپلوی در کدام سال استخدام شده کافی است که چی کنین؟ کوئری سلکت کنین از همین تیبل. درست است؟ اگر این منظورتان است که به این یک شکل راوتین وار باشه که مثلا فقط کافی است که آیدی امپلوی رو بتیم فوراً بر ما چی رو به دست بیاره که در کدام سال استخدام شده. به این خاطر باز میتونیم پروسیجر بسازیم یا فانکشن. تایم جان اگر بخوایم که فقط آیدی ای امپلوی رو داشته باشیم و از طریق آیدیش یا از طریق نامش، اما خب نام چیزی است که تکرار میه، پیدا کنیم که این امپلوی در کدام سال استخدام شده. بار این کار رو انجام میدیم. پروسیجر یا فانکشن؟ بله پروسیجر مخالفت کنین. فانکشن نه گذشته از شوخی. پروسیجر آفرین من میگم فانکشن. شما مخالفت نکنین که شما صحیح بگین که مطلب جمع بشه که یاد گرفتین. آفرین پروسیجر، چون یک فرمان اجرا میکنیم یک کوری سلکت رن میشه، خب مستقیما آوتپوت بده. دیگه نیاز است ما رو داخل یک کوری دیگه به کار ببرین که بهش یک فانکشن بسازین. خب بیاین امیرم بسازین. آخرین مثال درس امروزتان و کلا موضوع پروسیجرها و فانکشن ها. بگین این پروسیجره کرییت پروسیجر مثلا همین نام خوب نام از هایر یر در کدام سال استخدام شده. این ورودی میخوای یا نمیخوای پروسیجر؟ مطمئنا از کی را به دست بیاره؟ نه تاریخ استخدام کی را. خب پارامتر برش تعیین میکنین. پس بعد از این قوس باز بسته پروسیجر است. همینجا قبل از کی برده؟ از ادساین آیدی دیتا تایپ اینتیجر. حالی از فقط یک فرمان رن میکنیم یا چند فرمان؟ یک فرمان است. نه پس هیچ بیگین و اند نه، مستقیما چی کنه؟ سلکت کنه آل. نه پروسیجر مفید نوشته کنیم تنها نه حتی از اون گذشته در نظر به البته خب هر چیزی میشه نظر به ریکوایرمنت که دوستان گفتن فقط آیدی بدیم سال بگیریم. فقط همین کلام هایر یر را که سلکت کنیم کافی است. from today employee where کدام آیدی منظورتون است؟ کلام آیدی که کلام آیدی به نام امپلوی آیدی است. این مساوی باشه با پارامتر ورودی آیدی. خب یکی اینا نشناخته فقط همون گفته که تیبل تازه ساخته شده. اسپل چک کنم today employee درست است.
این کوری ما اکزیکیوت شد. حالا باید چی نوشته کنم؟ خودتون بگین. اجرا میکنیم. exec hire year. بعدن آیدی فرمانده قوس باز واسه خاص نیست، فقط آیدی رو میشه. دقیقاً فقط آیدی. آیدی دو هر کسی که بوده، چون ما آیدی رو داریم، ایره یک بخشی از یک مثال بزرگ در نظر بگیرین. آیدی رو داریم، میدونیم که دو احمد است که هست، پس فقط همون سال شد بعد سال این یک کار میشه انجام داد. خب سوال اگر دارین؟ اتایدی این اینپوت است، ورودی است، درست است؟ فرض کنید که ما این رو نداشته باشیم. منظورتون فقط این علامت ات است یا کلا چرا این رو نوشته کردید؟ تنات ات به خاطر نشانه پارامترها. اگر این ات تایپ نکنین فکر میکنین که نام کالم است. خب کالم به نام آیدی وجود نداره. ات به سیمبل یا علامت چی است؟ پارامترها. که اگر دقت بکنین اینجا هر وقت من ات میمونم فورا میشناسه. سعی کنید همین که ات میمونم و نوشتم که آی دی، میبینید فورا میگه آیدی یک پارامتر است از طریق اینتجر، چون اصلا این علامت را این کاراکتر اسپیشال را مثل کیورد است قرار دادیم. اگه قرار نمیدادیم نمیشد. ولی خب ان شاء الله سوال نداریم که چرا اصلا این آیدی را اینجا ما معرفی میکنیم، این پارامتر ورودی را. دقیقاً میخوام این کاملا پیش ذهنتون واضح باشه. اگر پارامتر ورودی رو نداشته باشیم خب ما که نم هایلاید همگی رو بعد اس بیاریم نه، پس میتونیم چک کنم امپلوی آیدی مساوی خب چی آیدی کدام شخص بود. پس برای خاطر باید یک ورودی داشته باشی پروسیجر بدونه که کدام امپلوی، پس آیدیش برش میدیم تاریخ از پیش میگیره. خب واضح هست؟ سوال دیگه نداریم؟ بسیار خوب. ای بود تمام دیتابیس آبجکت ها. دیگه دیتابیس آبجکتی وجود نداره. تمام آبجکت هایی که در تمام دیتابیس ها چه کوچک یا بزرگ سطح متوسط استفاده میشه یا بسیار پروفشنال پروژه که ان شاء الله عملاً کار خواهد کردین. بخیر دعا میکنم که در آینده در مارکت بازار بتونید با موفقیت کار بکنید. همینی هستن. با اینا پرکتیس کنین، تمرین کنین، پروسیجر، فانکشن، تریگر، ویو خوب پیش خود کار بکنین. پروژه چه وب بیس باشه چه دسکتاپ بیس، یعنی چه در حقیقت یک شما دیتابیس اینترنتی جور بکنین یا یک سافیر که اینستال بشه. همین گپا داخلش مطمئنم فوق العاده مورد استعمال داره. ان شاء الله به روز آینده موضوع ادمنستریشن را میخوانیم. درست است؟ این بود تمام موضوعاتی که مربوط به دیتابیس دیزاینر میشه. یوزرها یادتون است DVD دیتابیس دیزاینر. تا به حال من حیث یک دیتابیس دیزاینر درس خوندیم. بعضی میخوایم که یک کمی هم چی بخونیم؟ DBA دیتابیس ادمنستریتور که موضوعات سکیوریتی شامل است، موضوعات بکاپ شامل است، ریکاوری موضوعات هم یکی یا دو روز دیگه هم درس میخوانیم. خب سوال اگر ندارین درس امروز ختم است.